سلام به دوستان دانازون. توی این برنامه میخوایم به 10 مکان روی زمین بپردازیم که بازدید از اونها برای عموم مردم مطلقاً ممنوعه. از مکانهای نظامی و تحقیقاتی گرفته تا محوطه‌های تاریخی و جزایری با حیات وحش منحصر به فرد. جزیره برادر شمالی در ایالات متحده آمریکا. جزیره برادر شمالی در شهر نیویورک یکی از محبوب‌ترین مکان‌های متروکه در ایالات متحده است. این مکان که در آغاز به عنوان یک بیمارستان قرنطینه ساخته شد، خانه تیفوید مری بود. او به عنوان نخستین آمریکایی مبتلا به تیفوید یا همون حصبه شناخته شد. بعدها این مکان به مرکز بازپروری معتادان تبدیل شد و حالا پناهگاه پرندگان شده و ورود به آن برای مردم عادی ممنوعه. جزیره سنتینل شمالی در هند. جزیره سنتینل شمالی که در زنجیره آندامان قرار گرفته، محل زندگی قبیله سنتینلیزه، یکی از جزایر ممنوعه در جهان. مردم ساکن این جزیره معمولاً برای محافظت از انزوایی که دارند به خشونت روی میارن. قبیله سنتینلیز بیشتر از 5000 ساله که در این جزیره زندگی کردن و این منطقه برای هر نوع بازدید کننده‌ای به شدت ممنوعه و یکی از خطرناکترین و ممنوعترین مکان‌های جهانه. جزیره مار در برزیل. همونطور که از نامش پیداست، این جزیره در برزیل پر از مارهای کشنده است. هیچ انسانی حتی جرأت پا گذاشتن در جزیره مار رو نداره و به همین دلیل ممنوع ترین مکان در جهان و برزیله. در واقع این مکان به قدری خطرناکه که دولت بازدید از جزیره رو غیرقانونی کرده. تخمین زده میشه تقریباً 4000 افعی سرنیزه‌ای زرین که کشنده ترین مار روی کره زمینه در این جزیره وجود داره. جزیره هرد در استرالیا. یکی از ناشناخته ترین مکان‌های روی زمین، جزیره هرد بین قطب جنوب و ماداگاسکاره. از نظر سیاسی این جزیره بخشی از استرالیا است. جزیره هرد 2 آتشفشان فعال داره و کاملا بایره. کل جزیره از زباله و سنگ‌آهک تشکیل شده که در نتیجه فوران‌های آتشفشانی ایجاد شدند. دولت استرالیا جهت حفظ محیط طبیعی شکننده این مکان ورود به اون رو ممنوع کرده. خزانه بذر روز قیامت در نروژ. این مکان یک بانک بذره که در قلب مجموعه جزایر اسوالبارد در قطب شماله. این مکان یک خزانه امنه که انواع دانه‌های گیاهی در اون حفظ میشن. هدف از این کار تلاش برای محافظت از بذرها در صورت وقوع یک آخرالزمان یا بحران جهانیه. از هر گوشه و کنار جهان جعبه‌های بذر برای نگهداری طولانی مدت به خزانه روز قیامت فرستاده میشن. این خزانه فقط در روزهای خاصی برای مهمانان ویژه باز میشه. جزیره سرتسی در ایسلند. این جزیره کوچیک که در مجموعه جزایری در سواحل جنوبی ایسلند قرار داره، در نتیجه یک فوران آتشفشانی که 4 سال به طول انجامیده شکل گرفته. سرتسی به عنوان یکی از جدیدترین جزایر سیاره نیز شهرت داره. در حال حاضر فقط تعداد کمی از دانشمندان و زمینشناسان مجاز به رفتن به این جزیره هستند. این جزیره برای گردشگران ممنوعه چون اعتقاد بر اینه که دخالت انسان زنجیره اکولوژیکی جزیره رو مختل میکنه. غارهای لاسکو در فرانسه. غارهای لاسکو گنجینه‌ای برای باستانشناسان در سراسر جهانه. این مجموعه غار شامل نقاشی‌های پیش از تاریخ با قدمت 17300 ساله. مجموعه‌ای از نقاشی‌های پارینه سنگی که بسیار واضح و زنده به نظر می‌رسند. دیوارهای این غارها پوشیده شده از نقاشی حیواناتی مانند گاو، گوزن، گاومیش کهاندار و بسیاری دیگر از حیوانات هستند. این غار از سال 1963 به روی عموم بسته شده، چرا که باستانشناسان معتقدند حضور انسان ممکنه آثار هنری و باستانی این منطقه را از بین ببره. معبد ایسه در ژاپن. ژاپن به دلیل فرهنگ زیارتگاهی خودش در سطح جهانی معروفه و تقریباً 80,000 زیارتگاه داره. مهمترین اونها معبد بزرگ ایسه است. این معبد به دلیل عظمت معماری که داره یکی از گرانترین معابد ژاپنه. این معبد برای حفظ سنت‌های شینتو که به قرن 8 باز می‌گرده هر 20 سال یک بار بازسازی میشه. اگر عضوی از خانواده سلطنتی نباشین، ورود به تالارهای مقدس این معبد باستانی برای شما ممنوع خواهد. منطقه 51 ایالات متحده آمریکا. منطقه 51 در نوادای جنوبی همیشه با تئوری‌های توطئه پیچیده گره خورده. اینجا پایگاه نظامی ایالات متحده است و به عنوان محل آزمایش سلاح و هواپیما شهرت دارد. اما گمانه‌زنی‌های گسترده‌تری در این مورد هم وجود دارد. بازدید از این مکان برای مردم عادی ممنوعه و حتی ایالات متحده به سختی وجود منطقه 51 رو تایید می‌کنه. پایگاه دولتس در ایالات متحده آمریکا. دولتس یک شهر عجیب نزدیک مرز کلرادو در نیومکزیکوه.
این شهر با جمعیتی بالغ بر 2600 بومی آمریکایی به یک آزمایشگاه زیرزمینی خدمات میده که در اون آزمایش‌های سری انجام میشه. گفته میشه پایگاه دولتس یک ترکیب مخفی عظیمه که فناوری‌های فوق‌العاده پیشرفته رو در خودش جای داده. این پایگاه امنیت بسیار شدیدی داره و یکی از برترین مکان‌های ممنوعه در جهان و ایالات متحده آمریکا محسوب میشه. خب امیدوارم که از ویدیوی امروز دانازون لذت برده باشید. چنانچه ویدیو مورد پسندتون بود خوشحال میشیم که اون رو لایک و صفحه ما رو سابسکرایب کنید. تا یه ویدیوی دیگه از دانازون، خدا نگهدار.